قول الله سبحانه وتعالى که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، تمام مردم را خطاب به سوی تمام بشریت است. پروردگارتون را عبادت نمایید. اولین امر بر عبادت است در قرآن کریم. امر اولین در قرآن کریم در سوره بقره، در اول سوره بقره امر بر عبادت است. ای مردم، انس و جن، کافر و مؤمن، فاسق و فاجر، هر کسی پروردگار خود را عبادت کنید. آن پروردگاری که شما را آفرید. الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن پروردگاری که پیشینیان شما را نیز آفرید. لعلکم تتقون، شاید با سبب شناخت او پروردگار و عبادت او خالص از برای قرار دادن، شاید شما از جمله پرهیزگاران و تقواداران قرار بگیرید. شاید شما از اهل هدایت قرار بگیرید با سبب این عبادت. الذی جعل لكم الارض فراشا، آن پروردگاری که زمین را هموار و همواره کرد برای شما. و السماء بناء، و آسمان را یک سقف برای شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، و از آسمان برای شما آب فرستانید. و اخرج به من الثمرات، با واسطه این آب از زمین برای شما ثمره های گوناگون رزق داد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، سپس اقرار بر این کردید، پس برای الله کسی دیگر رو شریک قرار ندهید در حالی که میدونید. در اینجا یا ایها الناس گفت، اینجا ندا کرد، خطاب به سوی تمام انسان ها، مؤمن، کافر، منافق. ناس در زبان عرب به معنی مردم است. عموم مردم شامل همه می شود. اعبدوا ربکم، عبادت کنید رب خود را، یعنی عبادت کنید تنها او را، با محبت و تعظیم و اخلاص، با تواضع تسلیم فرمان او شوید. اعبدوا ربکم الرب، که معنی رب را گفتیم، مربی، تربیتگر، سزاوار عبادت. الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن پروردگاری که شما را آفرید و کسانی که پیش از شما بودند. اوست که شما را از عدم، از هیچ چیز آفرید، از نیستی شما را به وجود آورد. نه تنها شما را، والذین من قبلکم، آن کسانی که پیش از شما بودند، این هزارها و میلیون ها سال زندگی کردند که تاریخ بر این گواه است، آنها را نیز آفرید، تمام امتان پیشین را نیز. پس اگر او را تو با این خالق بودن اقرار کردی، پس عبادت را از برای او قرار بده. لعلکم تتقون، پس سببی اینکه تو او را خالق شمردی و پس عبادت از برای او قرار بدی چی می شود؟ لعلکم تتقون می شود، باشد که شما از جمله بندگان پرهیزگار قرار بگیرید. پس سبب این عبادت چی بوده است؟ حاصل شوی تقوا و پرهیزگاری. تقوا، محافظت نفس از عذاب الهی با اطاعت و فرمانبرداری الله و دوری از نافرمانی او. الذی جعل لكم الارض فراشا، در دام الله فرمود الذی جعل لكم الارض فراشا، آن پروردگاری که زمین را برای شما فراش قرار داد. زمین وسیع را مثل فرش برای شما پهن نمود تا راه روید، سکونت کنید، منفعت بیاورید. و سماء بناء، آسمان را مثل بام و گنبد مستحکمی بدون یگان ستون و پایه قرار داد. بنای محفوظ، بام محفوظ حفظ شده. در دیگر آیه الله می‌فرماید و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و ما آسمان را یک بام محفوظ یا سقف محفوظ گردانیدیم. و در ادامه آیه الله چی فرمود؟ و انزل من السماء ماء، یعنی از آسمان، یعنی با واسطه ابرها، با سبب ابرها از آسمان برای شما آب را فرو آورد. و اخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس اگر آب فرود آمد، با واسطه این آب از زمین برای شما ثمره‌های گوناگون از رستنی‌ها و ثمره‌ها رزق داد. میوه‌های گوناگون حاصل کرد برای شما تا نصیب رزق و روزی بگردید، بخورید و بیاشامید. ثمرها، میوه‌ها، دانه‌ها، سبزوات و دیگر زراعت‌ها، همه این میوه‌ها نعمت‌های الهی هستند که دلیل ربوبیت و لطف او سبحانه و تعالی است. و در ادامه چی فرمود؟ فلا تجعلوا لله اندادا، پس بر الله کسی چیزی را شریک قرار ندهید، نید قرار ندهید. پس دیگه حکم کرد، امر قطعی، برای الله همتاها قرار ندهید. انداد جمع نید است. نید یعنی همتا، شریک، نظیر، کسی یا چیزی که انسان با او دعا میکند، از او دعا و کمک یاری میطلبد، میگه این کار انجام ندهید، حرام است این کار، برای غیر الله این کار جایز نیست، چون این شرک حسابی نمیشود و انسان از دایره اسلام خارج میشود. نه فرشته، نه پیامبر، نه اولیاء، نه صنم بود، نه قربانی. و انتم تعلمون، یعنی شما خوب میدونید که همه این نعمت‌ها از آن اویان. او از آفریدگار هر چیز، هر نعمتی که داری، با وجود این با از غیر الله میروی طلب مینمایی. رکوع و سجده، نماز، قربانی، توکل، محبت، اینا رو در غیر الله صرف مینمایی. پس کسی دیگر رو عبادت کردن این عظیمترین، بزرگترین ظلم است.
شرک است. پس این آیه کریمه اولین امر است، امر بر عبادت، خطاب عمومی بر تمام انسانیت. ای مردم، عموم مردم در بر میگیرد. در دوم چی فرمود؟ سبب عبادت رو گفت. شما او را عبادت نمی برای چیز؟ چون او است که شما را آفرید، او است که شما را رزق و روزی داد، او است که برای شما صحت سلامتی نیکویی داد. پس او است آفریننده برحق که اینو اقرار نمودید. پس چرا غیرش رو عبادت نمایید؟ پس او رو عبادت نمایید. نعمت زندگی رو برای شما عطا کرد، زمین رو برای شما جای استراحت و زندگی، آرایش، آسایش قرار داد، آسمان رو برای شما سقف بنا کرد، ابرها رو فرود آورد، میوه ها رو از زمین رزق و روزی برآورد. همه این از جانب پروردگار است. و در آخر ما را گفت مادامی که بر این اقرار می‌نمایید پس از شرک روی بیارید. ای مردم، این نعمت‌ها را استفاده برای تنها غیرش عبادت می‌نمایید. آیا این از گمراهی نیست؟ آیا این از بی‌عقلی، بی‌فراست نیست که همه نعمت‌های او را بخوری، نه که غیرش را عبادت نمایی؟ پس شکر و عبادت تنها از برای او قرار می‌گیرد. در حالی که شما می‌دونید، گفت در آخر ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، در حالی که می‌دونید، یعنی می‌دونید که همه این آفرینش از برای الله است. پس چرا غیرش را عبادت نکنید؟ چرا در نفس خود ظلم می‌کنید؟